من قبل از هر چیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و بقیه اصحاب رسانه که توی این مدت زحمت کشیدن، شفاف سازی کردن و به هر حال پیگیر مسائل و مشکلات تیم داماش بودن. یه سلام ویژه عرض میکنم خدمت مخاطبینتون، علل خصوص هواداره متاسف، خونگرم و با عشق تیم داماش که همواره ما رو یاری میکنن و تمام سرمایه این تیم همین هواداره است. یه خسته نباشید میگم خدمت کادر فنیمون و بچه‌های با تعصب تیممون که به هر حال با تمام مشکلات تو این چندین هفته تو زمین رفتن و از دینش مایه گذاشتن، هفته تو زمین رفتن و تمام وضعیت و پتانسیلشون رو تو زمین بذارن. حالا متاسفانه منتج به نتیجه مطلوب ما و هواداران نشده، ولی خب به هر حال نمیشه از زحماتشون به سادگی عبور کرد. من در خدمتتون هستم. سوالتون فکر میکنم پاسخش دیگه دست تک تک اعضای تیم، اصحاب رسانه و در واقع مخاطبینتون هست، ولی من مرتب بهتون توضیح میدم که از زبون خودم بشنوید. در خصوص اتفاقاتی که افتاد، به هر حال عدم تمکین مالک قبلی باعث شد که ما لاجرم مجبور بشیم به در واقع مراجعه به مراجع ذی صلاح و با توجه به اینکه مراجع ذی صلاح در واقع ورود به بحث قراردادی ما نکردند، همه این رو در واقع منوط به رأی نتیجه داوری کردن و گفتن که هرچی که رأی داوری باشه. ما خدمت های آرمان رفتیم، به ما گفتن که باید از طریق هیئت فوتبال اقدام بکنید برای صدور پروانه و ابطال پروانه ایشون. خدمت آقای الماس خاله به کرات آقای دکتر تمیزبار رفتن، حتی رئیس هیئت فوتبال محترم لایجان جناب شهربافان قبول زحمت کردن، تشریف آوردن و چندین بار خدمت های الماس خاله رفتن. من چند بار تلفنی صحبت کردم ولی ایشون گفتن که ما شما رو نمیشناسیم و آقای زحمت کش برای ما ملاک عمل. خب یواش یواش مشکلات مشخص شد که آقای زحمتکش خلاف واقع گزارش میده به دوستان، دو تا چک امانی رو بهشون نشون میده، میگه من پول نگرفتم. یواش یواش پرده ها کنار رفت، ابرها کنار رفت و خورشید نمایان شد. مشخص شد که ایشون تقریبا بالغ بر 7 میلیارد خورده ای از بنده و آقای بهاروند تا حالا پول گرفته که 1 میلیارد آقای بهاروند 1 میلیارد خورده به صورت خود به عنوان هزینه کرد، به بهانه هزینه کرد ولی بدون مشورت از ما، و 1 میلیارد هم بابت مالکیت. منطوق قرارداد ما میگفتش که ایشون باید بلافاصله بعد از جابجایی مالکیت، یعنی جابجایی چک 5 میلیاردی و نقد شدن چک 5 میلیاردی، موظف به تحویل تیم هستش. و قبل از این هم ما شفاهن توافق کردیم که هر تصمیمی رو با نظر مستقیم بنده بودم. من موبایلم هر جای دنیا که بودم 24 ساعت باز بوده و در خدمت ایشون بودم. ایشون تا بخش انتخاب آقای سیامک فراهانی رو با ما مشورت کرد. نه متقاعد که آقای سیامک فراهانی بهترین گزینه است، الان مورد وثوق مردم دوستش دارن. قبلا که به من گفت طی همون 1-2 روز اول این تیم رو به جام حذفی به فینال برده و ما هم قبول کردیم و از اینجا به بعد دیگه زحمتکش شروع کرد کار رو خودش انجام دادن و یهو گفت من قرارداد بستم، بازیکن آوردم. هی ما گفتیم لیست بازیکن‌ها کتبی شفاهی گفتیم، SMS دادیم، اظهارنامه دادیم، نامه از شرکت دادیم، اظهارنامه دادیم. ببینید همه اینایی که عرض می‌کنم دلیل بر این نیستش که خدایی نکرده ما بازیکنانمون رو قبول نداشته باشیم یا کادر فنیمون مورد تایید ما نباشن یا باشن. اینها بحث‌های فنی هستش و اهل فن باید صحبت بکنن. ولی تا به این لحظه ایشون همه کار رو با سر خودش پیش برده و کوچکترین مشورتی نه از ما نه حتی از 4 تا آدم به هر حال اهل فن نگرفت و نتیجتاً به امروز رسید. خدمتتون عرض می‌کردم ایشون بعد از اینکه تیم رو تحویل نداد ما بلافاصله اقدام کردیم، به دوستان عرض کردیم، قراردادمون رو بردیم، مدارکمون رو بردیم، مستنداتمون رو بردیم. همه در خواب فرو رفتن و الان خصوص هیئت فوتبال که اصلا داستانای دیگه‌ای رو میگفت. تا به امروز میگفتن در قرارداد شما با 5 میلیارد که تیم به کسی نمیده. در قرارداد واضح نوشته بود که باید تحویل بدن. من از باز آقای اشکان ساداتی زحمت کشیدن، تلاش 1-2 هفته‌ای داشتن. البته من همون ابتدا بهشون گفتم این تلاش شما منجر میشه به این که رأی داوری شما بچسبه به چک دوم و قطعا من در ریالی دیگه به ایشون پرداخت نمی‌کنم که با پول من تیم داری بکنه و بعد از من مطالبه بکنه.
ملبس رأی داوری آخر با به هر حال انقلتایی که ایشون اومد و در برنامه هم دیدید ممنوع المعامله بود و مشکلاتی داشت. در هر صورت حتی با این مشکلات هم ما چندین بار اعلام کردیم آقا مشکلاتت هم اشکالی ندارید. من تو برنامه تلویزیونی زنده هم گفتم مورد وثوق اعلام کنن، در اختیار ایشون سند بده. ولی ایشون دنبال چیز دیگه ای بود، دنبال این بود که این پولو یه بار بگیره، هزینه کرداش هم بگیره، با پول ما تیمداری کنه، تیمو تا اونجا که میتونه تحویل نده و بعدم احساس میکرد که این قدرت همیشگیه، این حمایت آقای المسخاله همیشگیه و احساس میکرد و بعد خطونشون هم میکشید. جرأت دارید بیاید سمت استان ببینید کی تیم میده. اصلا از یک سری حرفایی که اصلا شأن نه شماست نه هواداران نه ما و نه مسئولین حتی تو زیرساخت‌های فوتبال استان گیلان، نه شأن مردم گیلان، مردم با فرهنگ گیلان. خب من تعصب خاصی دارم نسبت به مردم گیلان به خاطر اینکه خودم گیلانی هستم. پس من فامیلی مشخصی تو قراردادم که ایشون فرستادن همه جا رسانه‌ای کرده مشخص. من از آقای اشکان ساداتی بارها خواهش کردم که آقا خواهش میکنم تسلیعی بکن، من به هیچ وجه که بعدی پاس نخواهم. رسید اونجا که ایشون شب قبل از بازی رأی داوریشو صادر کرد، ولی روز بازی تا بعد از بازی هم موبایل ایشون در دسترس بود ولی تلفن هیچ کسی جواب. بازیمون با کاستیان آخرین بازی بله. حالا که سه اتفاقاتی شب قبل از بازی افتاد رو اگه لازم بدونید من براتون توضیح میدم. فعلا حالا خط اصلی رو پیش بریم، حالا در ادامه رأی داوری صادر شده. من این سوال شما رو همینجا فکر میکنم کامل بکنم جوابش رو. بله. رأی داوری صادر شده ولی متاسفانه تا به این لحظه رسما به ما ابلاغ نشده. رأی بیرون درس کرده، به ما هم یه نسخه دادن ولی به لحاظ حقوقی و قانونی رأی داور از دو طریق قابل در واقع ابلاغ هست. یکی از طریق اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی، یکی راه دیگه که راه محکم‌تری هست ولی طولانی تر هستش از طریق دادگاه. که ظاهراً به ادعای آقای ساداتی من هنوز ساعت سقمش رو نمیدونم، میفرمایند که از طریق دادگاه به ما ابلاغ شد. قاعدتاً لحظه‌ای که از طریق دادگاه ابلاغ میشه باید روز چهارشنبه باشد و باید SMS برای من روز چهارشنبه روی سامانه صنایع من بیاد. تا به این لحظه که بنده با شما صحبت می‌کنم روی سامانه صنایع من هیچ SMSی نیومد. یعنی چهارشنبه دیروز، یعنی امروز، ببخشید دوشنبه، اصلاح میکنم روز دوشنبه ایشون میفرمایند که من رفتم همون روز در واقع صدور رأی، شبی که صدور رأی، یعنی روزی که به ما رأی رو به صورت کاغذی در واقع به صورت غیر رسمی ابلاغ کردن، میفرمایند که ما رفتیم از طریق دادگاه همون روز بهتون ابلاغ کردیم. تا به حالا ممکنه به خاطر اینکه سامانه صنایع من در تهران هستش و در واقع دادگاه در گیلان هستش ممکنه مثلا امروز ما استنباطمون این بود قطعا اسمسش حداقل میاد، ولی تا به این لحظه که با حضرت عالی صحبت میکنم هنوز اسمسی برای من از سامانه صنایع نیومده و در کارتابل در واقع در پنل سامانه من هیچ چیزی به عنوان رأی داوری نشست. درست. اما این رأی دست همه هست، دست آقای تمیزکار هست، دست بنده هست، دست آقای دکتر میرزازاد هست، دست آقای المسخاله هست، دست آقای آرمان هست و همه دست آقای زحمتکش هم هست. یکی نسخه از این رأی. درسته. موضع آقای زحمتکش چیه؟ یعنی از اون موقع تا الان چیزی گفتن در این مورد که حالا به هر حال قضیه به نوعی حل بشه؟ من متأسفانه با آقای زحمتکش دیگه صحبت نمی‌کنم. آخرین باری که توفیق اجباری داشتیم ایشون زیارت کردیم در همون برنامه یار 12 بود. من خیلی مشتاق به زیارت ایشون نیستم. درسته. حالا مکالمه‌ای هم با ایشون نداشتم. درسته. در هنوزی هم هستش که ایشون یه استوری نمیذاره، برای همین مساعدت نداشتیم در خصوص اظهار نظرشون چیزی بدون. درسته. در خصوص شیوه مدیریت تیم که فرمودید که ایشون حالا اومدن خودشون مثل اینکه یک سری هزینه کردها داشتن، حالا تو اون برگه قراردادی که به دست ما هم رسیده توی رسانه‌های مختلف هم منتشر شده، گویا اعلام شده که اونجا شما یک الحاقیه‌ای نوشتید و طبق اون الحاقیه تصمیم گرفتید که چگونه تیم رو کاراشو پیش ببرید. آیا این الحاقیه الان موجوده و جایی منتشر شده یا حالا به هر حال بنا به دلایل مختلف تمایل ندارید؟ ما هیچ مشکلی برای ببینید ایشون اومدن چک برگشتی گذاشتن تو سایت‌ها، ما هم اقدامات قضایی روزهای قبلمون رو داشتیم. ایشون اومدن 2 فقره چک امانی رو گذاشتن، ما هم از ایشون شکایت در امانت کردیم و هم در واقع گفتیم که آقا طبق بند فلان ایشون اصلا این 2 فقره چک امانیه و ایشون داره خیانت در امانت. درسته. ما مشکلی برای شفاف سازی نداریم جناب آقای
احمدی عزیز هیچ مشکلی برای شفاف سازی نه. مجموعه ما خدا رو شکر واضح، سالم و شفاف داره کارش انجام میده. پس امکانش هست که این الحاقیه بخواد منتشر بشه، اینکه نحوه مدیریت تیم قرار بوده که به چه شکلی باشه که حالا آخه ببینید ما در الحاقیه به هیچ وجه ندیدیم اینو. دلیلش هم این است که تاریخ چکی که دادیم چند روز قبل از شروع اولین بازی بود و قرار بود همون روز تیم به خودمون تحویل بشه. پس خودمون بلد بودیم مدیریت. امتناع ایشون، عدم تمکین ایشون در برابر موارد قراردادی منجر به همچین اختلافی شده. ما شفاف داشتیم بلافاصله بعد از نقد شدن چک اول 2 فقره چک قبلی باید به ما تحویل بشه و تیم تحویل ما بشه. بله. برای اقدام برای صدور پروانه و دفتر باشگاه همچنین و کلیه اختیارات مهر و سروک حتی تو قرارداد اولیه هست که این الحاقیه ها به اون قرارداد منسوب میشه در واقع. و تو اون قرارداد اولیه از بلافاصله بعد از پرداخت اول یعنی پرداخت اول مالکیت مهر باشگاه، سرورگ باشگاه و اینا فاقد اعتباره. یعنی همه قراردادی که ایشون بسته فاقد اعتباره. اما یه بحث هم هست آقای احمدی. بله. یه بحث قرارداد و بحث قانونه، یه بحث آبروی داماش و شهرش و استان گیلانه. اگر ما داریم نجابت میکنیم و مماشات میکنیم به خاطر اینکه به هر حال این یک جعبه صدا داره و با این وضعیت ما باید تحویلش بگیریم. داماش انقدر پتانسیل داره، انقدر این مردم با عشق هستن که میشود از بعضی چیزا گذشت کرد تا اونجا که به تیم آسیب نرسه. برای مثال ایشون اومده به جای بنده 30 میلیارد با بازیکن‌ها قرارداد، تقریبا 30 میلیارد قرارداد امضا کرده و هزینه سربار 30 میلیاردی آورده. تک این بازیکن‌ها تاج سرن، عزیز دلم و تمام‌مندن. اما در مجموع تیم ورک اینا به نتیجه 2 امتیاز از 5 بازی رسیده. ابزار این تیم شاید با هم جور نیست. درسته. اینجوری درد من متوجه میشید. بسیار غیر تخصصی ایشون هیچی از فوتبال نمیدونه. منم نمیدونم. این کار من آقای زحمتکش نیست. ما به عنوان مالک باشگاه یک وظیفه داریم، تامین سرمایه. اصلا باید در مورد در واقع مستطیل سبز تصمیم بگیرن، در مورد نیمکت تصمیم بگیرن. اینکه ما بیان رسانه رو خودمون ببریم، با مردم خودمون بحث کنیم، رسانه درست نداشته باشیم، مدیر فنی نداریم، مدیر عامل نداریم، همه چیز اقتصاد. ایشون هیچ لوجستیکی در تیمش نداره، همه کارو میخواد خودش بکنه و ادعاش هم اینه که من عالمم، هیچ نمیده، به هیچ چیز اعتماد نداره. آقای احمدی حالا از بحث در مالکیتی نخواهیم رو بسیم، الان پیش‌بینی شما چیه؟ فکر می‌کنید که قضیه در بدترین حالت ممکن من صدای شما نداشتم آقای احمدی، محبت کنید یه بار دیگه بفرمایید. الان صدای من رو دارید؟ بله الان. عرضم این بود که پیش‌بینی شما چیه؟ در بدترین حالت ممکن فکر می‌کنید که چه اتفاقی در پیش باشه؟ والا لازم به پیش‌بینی نیست. ما یه بحث در واقع قانون داریم. بعد از ابلاغ رأی به ما، خب ببینید از بعد از اینکه رأی صادر شد هیجانات و فعالیت‌ها تازه شروع شد. تازه انگار مسئولین هیئت فوتبال و مسئولین فوتبال استان از خوابشون از خواب غفلت بیدار شده. پس الان همکاری‌ها در حال انجام هست با شما؟ والا نه، این باز کارچکنیه. البته من تشکر می‌کنم از اداره کل ورزش آقای آرمان، شخصا تشکر می‌کنم از ایشون، بسیار ممنونم. ایشون ای کاش زودتر ورود کرده بودن. ما البته فرستادیم آقای دکتر تمیزکار، مقاومت‌های به هر حال بعضی از نهادهای دیگه باعث شد که قضیه بره به سمت آقای زحمتکش و هیئت فوتبال. داستان اونجا هم که کاملا علیه است. در مورد اون اصلا دیگه بحثی نداریم. در مورد اون مردم قضاوت کنن. در مورد عملکرد هیئت فوتبال مردم دارن قضاوتشون رو میکنن. امیدوارم که یه سر و سامونی بگیره و یک تجدید نظری بکنه. البته من خدمت آقای الماسخاله ارادت دارم، ولی به نظرم در خصوص مالکیت تیم داماش بسیار غفلت کردن. دنده بهشون بارها به کرات پیغام فرستادم آقای تمیزکار تلفنی و عرض کردم آقا دارید مشکل رو به سمتی میبرید که حلش سخت میشه. تیم رو همین الان تحویل ما بدید. در خصوص منطوق قرارداد بعداً صحبت کنید. ایشون اصلا رفتن توی وادی دیگه، تیم مال شما نیست، پول ندادید و هی گفتن اینو بده اون. ببین آقا شب قبل بازی آخر که رأی ایشون ظاهراً از در واقع نتیجه رأی مطلع شدن، زنگ زدن با آقای دکتر تمیزکار آقا فردا به نعیمی بگو استادیوم نیاد. چرا؟ اصلا این حرف غیر منطقیه. من یه عمر تو استادیوم بودم، کنار مردم لذت بردم، الانم لذت بردم. واقعا خیلی بیشتر
هم خوش گذشت. خب دلیلی برای موضوع نیاوردن که چرا شما نباید؟ والا ظاهرا آقای زحمتکش نمیتونستن حضور پیدا کنن، می‌خواستن ما هم نریم. ما به خاطر یه بی‌نماز که در مسجد نمی‌بندن. البته بستن در سیاسی خب این تماس که به هر حال از جانب هیئت فوتبال بوده و به هر حال نباید مواضع آقای زحمتکش رو بخوانیشون. خب دیگه من چی بگم آقا تا الان که نه چیزی که به شما گفتن منظورم اینه که چی بوده، یعنی گفتم به چه دلیل نباید. ما گفتیم آقای زحمتکش نیاد، آقای نعیمی هم نیاد. آها یعنی خیلی ساده همین. آره اصلا خیلی بعد از ما لیست سی آی پی خواسته بودن، آخرین لحظه گفتن سی آی پی رو بستیم، بعد خودشون داخل سی آی پی بودن یکی دو تا دوستان، حتی آقای زحمتکش نبود. من اصلا آقا من بین مردم بیشتر خوش گذشت، هم احترامم بیشتر است چون ما سی آی پی اومدیم دیگه. بله اتفاقاتی افتاد که من واقعا شرمنده مردم گیلانم، علل خصوص هوادارام، شرمنده اصحاب رسانم بابت اتفاقات زشتی که آقای زحمتکش رقم زد. ولی من دیگه انتظارم این بود بعد از این بیخردی آقای زحمتکش آقای الماس-خاله و دیگران ورود کنم، بازم نکردن، بازم مماشات کردن، بازم پشتیبانی کردن تا رأی داور کاملا شفاف. 8 مورد ما درخواست داشتیم، 7 مورد به ما رأی داده. تنها موردی که رأی نداده این بوده که آقا ما گفتیم دفتر باشگاه رو تحویل بدن، گفتن آقا چون شما پولی رو واریز به حساب ایشون کردی، ایشون رفته قرارداد به اسم خودش بسته، شما پولتو طلب کن. بقیه موارد اهم از تیم، پروانه، هر آنچه که شما بگی به ما رأی دادن. درسته. خب بعد و ما الان منتظر اجراییه دادگاه هستیم، ان شاءالله ثبت سامانه و بلافاصله اجراییه و تحویل تیم از طریق نهادهای در واقع قضایی، ضابطهای قضایی. به هر حال ضابط قضایی مدیر مسئول اجرا میاد، اجرای احکام دادگاه میاد و تیمو میگیره تحویل ما. البته میگم با اینجا که رسیدیم به ما زنگ زدن گفتن آقا بیا 7 میلیارد دیگه با آقای زحمتکش بده. آقا خیلی خنده داره این دیگه، واقعا دیگه گل سرسبد این یکی آخری است. به من میگن بیا 7 میلیارد تومان دیگه مازاد بر اون 23 میلیارد بهش بده. مازاد بر اون خب چرا یعنی چی؟ میگن این 6 میلیاردی که چک بوده که ما جلوشو بستیم بده. ما گفتیم آقا با همزمان با تحویل تیم چشم. میگن 7 میلیارد دیگه هم ایشون ادعا داره خرج کرده، اون 7 میلیارد هم بده. آقا تیم الان داره تحویل من میشه، خرج ایشونو من چرا باید بدم؟ ایشون به اندازه کافی برای من یعنی به ارث گذاشته. همین که من 30 میلیارد قراردادی که خودم نبستم و دارم قبول میکنم، یعنی داماش برای من داره 50 و خورده میلیارد وای نیست. عرض میکنم داماش صدها میلیارد میارزه. هر کسی دیگه جای من بود، اگه آقای احمدی اگر جز عشق چه چیزی میتونه باعث شه که من قبول کنم اینو؟ به هر حال هزینه کرده ایشون منتجبه 5 بازی از 15 امتیاز ممکن 2 امتیاز شده، منتجب افتضاح خرم آباد شده، منتجب 2 مساوی و 1 باخت خونگی شده. درسته. منتجب بازی 2-0 با تاج سپاسی شده، منتجب بازی شده که ما 2 تا پنالتی گرفتیم تازه باز 1-1 کردیم اومدیم بیرون. امتیازی چند حساب دارم میکنن من 7 میلیارد دادم. با توجه حالا به تمام این صحبت‌ها شما فکر می‌کنید در بدترین حالت ممکن اگر حالا صلحی صورت نگیره، اگر توافقی انجام نشه، یعنی باید کار روال قانونیش رو طی کنه که اونم احتمالاً زمان ببره، درسته؟ والا ما تمام من همینجا اول از همه از تیم حقوقیم تشکر کنم، از جناب آقای دکتر جعفری، جناب آقای دکتر مرادخانی و جناب آقای دکتر میرزازاد تشکر ویژه کنم، از آقای دکتر تمیزکار تشکر ویژه بکنم. شبانه روزی دارن تلاش می‌کنن و از بچهای روابط عمومی و مالی از جناب آقای دهنادی عزیز تشکر کنم که شبانه روزی دارن تلاش میکنن تا ما این تیم رو تحویل بگیریم، چون هر یک روز آقای احمدی برای ما سربار هزینه و استرس داره. من این بچه‌ها رو با این روحیه چجوری باید بازپروری کنم؟ البته تمام تدابیرمون رو در واقع اندیشیدیم برای محض تحویل تیم ان شاءالله بتونیم شارژ روحی روانی بچه‌ها رو بکنیم، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ اعصاب و روان، و بتونیم با یک بزرگتری که هم فکر می‌کنم مقبول همه ایرانه. پیروز برنامه دیدید چقدر کارشناسانه در مورد تیم ملی جوانان، امید، بزرگسالان، نوجوانان، آکادمی و بقیه صحبت کردن. داریم از یک اهل فن، از حضور یک اهل فن استفاده می‌کنیم. قطعاً بچه‌ها رو بازپروری خواهیم کرد، قطعاً به بچه‌ها رسیدگی خواهیم کرد، قطعاً نقاط ضعفمون رو از الان دیدیم و در حال رصد هستش به لحاظ تاکتیکی و تکنیکی و فنی. قطعاً بلافاصله یکی دو تا قرارداد خوب خواهیم داشت و تیم رو تجهیز خواهیم کرد. بچه‌هایی که تو زمینه الان به نظرم 50% توانشون، تمام عشقشون هست، تمام تعصبشون هست، ولی به لحاظ شما می‌بینید فوتبال یه ورزشی که در همه ورزش هماهنگی اعصاب و عضله، آرامش برای تیم
از هر چیزی واجب‌تره. این تیم با این استرس 50% خودش هم نمیتونه تو زمین. حتی به نظر من آقای فراهانی هم نتونسته از این استرس عبور بکنه و بتونه تمام توان فنی و تاکتیکی خودش رو اجرا بکنه. به هر حال کادر فنی و بازیکن‌ها و هوادارا هم به هر حال باشون صحبت می‌کنیم، همینطور اصحاب رسانه به هر حال همشون اذعان کردن تیم به هر حال با استرس داره بازی می‌کنه. حالا آرزوی ما اینه که بیش از این جلوی پای ما سنگ نندازن. ببینید یه سنگ اندازی جدیده. 7 میلیارد تومان دیگه مازاد بر اون پول بده. اولا اینکه من رأی داوری در مورد حتی 6 میلیارد چک هم صحبتی ندارد. رأی داوری شفاف میگه تیم تحویل نمیده. ایشون 35 روز تیمو داره به ما تحویل میده. 40 روز تقریبا تا الان. بله. ولی آقایون منتظرن ایشون بره پشت باجه چک نقض کنه، با پول خودمون تیمداری بکنه، بعد از خودمون مطالبه بکنه. میشه این چیزی کسی جای من توی 7-8 میلیارد نفر مردم دنیا بگید یکی دیگه به جای من بود این کارو می‌کرد که من بکنم. بله. یک حالا مورد دیگه ای که پیش میاد اینه که فقط من متوجه نشدم بدترین حالت رو چه زمانی پیش میاد؟ بدترین حالت ببینید اگر آقای ساداتی روز همون دوشنبه تشریف برده باشن النهایت دیگه روز شنبه باید به من ابلاغ شه. ابلاغ که بلافاصله ما برای تحویل تیم اقدام میکنیم. فکر میکنم بعد از بازی شهرداری آستارا تیم رو ان شاء الله تحویل. اقدام قانونیش یعنی بیشتر دوباره زمانبر نیست، یعنی همین ابلاغی که بیاد کفایت میکنه؟ اون ابلاغ میشه اجرا بله. قابلیت اجرا داره. و این اجرا داره بله، مأمور اجرا میاد و باشگاه رو تحویل ما. امیدوارم که به خوبی و خوشی یعنی مسئولین استان نیام وارد مسائلی که بهشون ربطی نداره بشن. این نقد کردن چه که آقای زحمتکش ربطی به دوستان نداره. مطالبه 7 میلیارد پول آقای زحمتکش که اصلا باشد یا نباشد ربطی به دوستان نداره. در دادگاه و داوری بازه. همونجوری که به من گفتن برو رأی داوری بیا، تیمو من تحویل دادم به ایشون هم بگم برو رأی داوری بیا. بله قرارداد با هم حل بکنیم. باید حرف منطقی بزنن تا مجموعه ما بپذیره. در غیر این صورت هفته آینده با اجرایی تیم رو تحویل میگیریم ان شاء الله. درسته، بسیار عالی. و این حکم حالا اولی هم که اومده، حالا نمیدونم قابلیت انتشار داره یا اینکه نه حتما باید اون حکم نهاییش بیاد که بشه منتشرش کرد. اجازه بدید من ترجیحم اینه که اصرار رو این نکنیم. نهایت تا شنبه است. اجازه بدید تیم در یه فضای آروم بره آستارا. البته فضای آروم که چه عرض کنم، ولی دیگه بیشتر از این ما بهش دامن نزنیم. تیم بره آستارا ان شاءالله بتونه اولین امتیاز رو داشت بکنه، با توجه به اینکه برای بچه‌ها خبر خوب اومده دیگه، رأی داوری صادر شده. بچه‌ها از همینجا بدونن که ان شاءالله تغذیه مناسب میشن، ان شاءالله شرایط خوبی براشون در پیش هستش و همین شاید یه شارژ روحی باشه که تیم بره نتیجه بگیره. ولی البته ما که از دست دادیم، به حال 15 امتیاز رو 13 امتیاز رو از دست دادیم. ترجیح ما بر اینه که هر اقدامی رو ان شاءالله به محضی که به من ابلاغ شه، در واقع مدیر رسانه‌ای مجموعه تجاری دامون که آقای بهنادی هستن و معاون به حال روابط عمومی ما هستن، ان شاءالله در اختیار مطبوعات قرار میده و علل خصوص در واقع شبکه وارش عزیز که همیشه حامی تیم بود. ممنون از شما دیگه. حالا فکر می‌کنم صحبت‌های خوبی هم شد. در پایان اگر صحبتی دارید که ما در خدمت شما هستیم. از تک تک هواداران تشکر می‌کنم. واقعا شرمنده‌شون هستیم. من عذرخواهی میکنم. من توانی بیش از این بابت اینکه بتونم قرارداد بهتری ببندم نداشتم. یه قرارداد به ارث به من رسیده. قطعا مجموعه ما زیر بار همچین قرارداد ناقصی نمیرفت. ولی تمام تلاشمون از همینجا بهشون قول دادم. تمام تلاشمو چه به لحاظ جانی و چه به لحاظ مالی از کوچکترین چیزی دریغ ندارم و انشالله فصل رو با هم با خوشی سپری خواهیم کرد و یه فصل خوب به پایان خواهیم رسوند و یک جایگاه آبرومند و درجه یک. قول الکی نمیدم، قول سقوط نمیدم با این شرایط، ولی انشالله در جای خوبی در جدول قرار خواهیم گرفت. انشالله بچه‌ها رو غلطک بیفتن. این بچه‌ها توانایی زیادی دارن. از شما هم تشکر میکنم، از تمام اصحاب رسانه که حمایت کردن. یه تشکر ویژه از آقای افشین ناظمی میکنم. ببخشید من انقدر صحبت کردم. از آقای افشین ناظمی میکنم و همچنین از مدیر کل ورزش استان جناب آقای دکتر آرمان میکنم که الان تو این چند روزه واقعا خیلی یا علی گفتم و اومدم وسط به عشق داماش، نه به خاطر نعیمی یا زحمتکش یا این اصحابی. من و آقای زحمتکش هیچ جای این فوتبال نبودیم. با این فوتبال معلوم شد. من 23 سال آقا مدیریت میکنم، هیچ کس من نمیشناسه. یه هفته همه ما رو با 2 هفته همه ما رو با دست نشون میدن. فوتبالی که به ما اعتباری داده. ما منتی سر فوتبال نداریم که آقا ما اومدیم تو فوتبال داریم پولمون رو خرج کنیم. من با عشق اومدم، دوست دارم با تمام وجود خودم، خانواده‌ام و تمام خانواده کاریم با عشق و ایمان به موفقیت تیم داماش شدم. ممنونم از شما که وقت گذاشتید و سپاسگزارم.